من تو آلمان بزرگ شدم. اصلا شما به من پول بدین الان پول بدین خونه بدین آلمان نمیاد. دلیل مختلف داره. از سیاستشون راضی نیستم. از رفتار مردمشون راضی نیستم. چون جالب گفتی 6 سال پیش به من گفتی که ایران رو شما من داشتم قر می‌زدم و گفتش که شما قدر ایران رو نمیدونین. این حرفش خیلی اصلا قدر ایران هیچ کس نمیدونه. شما پرواز می‌کنید میرید یه جای عکس می‌گیرید میگه آقا من رفتم نمیدونم دریا کیپ تاون آفریقا ساوت آفریقا. شما برو چهارراه من عکسشو دارم از کیپ تاون خوشگل‌تره. شما با اینستاگرام رو باز کردید دیدین یه چند تا اینفلوئنسر یه جای تو این دنیا رفتن مثلا یه درخت نشون میدن میگه آقا این درخت 200 ساله این درخت 15 ساله عکس می‌ذارن استوری می‌کنن. چهارراه یه درخت انجیر هست میگن 2000 یا 2500 ساله. اینو اگه کسی تو ایران تو دنیا وایرال کنه مثلا کل دنیا واقعا تعجب می‌کنن چی درخت. اطراف هر کدوممون یکی هست که میخواد آلمان مهاجرت کنه. ایشون اونجا بوده اومده و اینقدر داره مثبت نسبت به ایران صحبت می‌کنه. تعریف می‌کنم تعریف دیگه. ایرانی‌ها قدر ایران رو نمی‌دونن. من خودم عکسای قشمو که می‌بینم این هتل‌های جدیدی که درست شده یا کاشان دلم میره واقعا دلم میره. ما هممون دغدغه ایران رو داریم. یعنی اشپکتی میتونه هر جای دنیا دلش میخواد زندگی بکنه ولی اینجا رو دوست داره. با بدیاش با خوبیاش با دغدغه‌هاش ایران رو انتخاب کرد. فکر نکنید شما تو ایران هستید همه چیز بده. پس خیلی چیزا هست که واقعا بده ولی همون بدی که شما اینجا می‌بینید کشور دیگه هم داره. آمریکا توی کانادا توی آلمان ایرانی هستن شاید می‌بینن الان حرف می‌زنن اصلا اینجوری نیست. من اصلا شک می‌کنم هر ایرانی که خارج از ایران هستش اگه بتونه فردا میتونه بخواد در حال حاضر من آلمان خونه خودم نمی‌بینم. من در حال حاضر ایران خونه خودم می‌بینم.